رابطه مقعدی باعث بزرگ شدن باسن نمیشه. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. رابطه مقعدی باعث بزرگ شدن باسن نمیشه. این یه شایعه هستش که خیلی‌ها فکر میکنن چون رابطه مقعدی داشته باشن باعث میشه که باسنشون بزرگ بشه. این غلطه و اگر که دارید این کار رو میکنید که باسنتون بزرگ بشه، این کار رو لطفاً نکنید چون تأثیری نداره. پس رابطه مقعدی یک رابطه خطرناکی هستش، به خاطر اینکه میاد عضلات مقعد رو خیلی شل میکنه. عضلات مقعد خودشون سفت هستن و به صورت ارادی وقتی که حالا شما میخواید برید سرویس بهداشتی، اون عضلات که پایانهای عصبی خیلی زیادی اونجا قرار داره نسبت به واژن، باعث میشن که حالا شما عمل دفع رو داشته باشید. حالا اگر که بخواید رابطه مقعدی داشته باشید، به خاطر اینکه شما فشار وارد میکنید به مقعد، باعث میشه که این عضلات عصباشون ضعیف بشه و اینکه باعث بی‌اختیاری مدفوع بشه و شما مشکلات بی‌اختیاری مدفوع پیدا کنید. و این کار اگر به صورت مکرر، رابطه مقعدی به صورت مکرر داشته باشید، خودش باعث میشه که عضلات اطراف دوره مقعد کم کم شل بشن و شما دچار بی‌اختیاری مدفوع بگیرید و حتی این شکل مقعد، دور مقعد، قسمت خروجی مقعد تغییر میکنه و کم کم همونطور که گفتم باعث شل شدن عضلات کف لگن میشه و باعث شل شدن اعضای لگنی میشه و باعث میشه که شما دچار بی‌اختیاری مدفوع بشید. علاوه بر اینکه بی‌اختیاری مدفوع میگیرید، باعث بیماری‌های زیادی هم میشه. بیماری‌هایی مثل HPV، ایدز و خیلی بیماری‌های آمیزشی که شما از راه واژن دارید انجام میدید، از راه مقعد شاید بیشتر اون رو بگیرید، به خاطر اینکه مقعد خیلی ظریف‌تر هستش و بیشتر شما دچار بیماری میشید. و همچنین این بدونید که عضلات مقعد چون ظریف‌تر هستن و به راست روده وصل شدن، شما امکان داره که این فشاری که وارد داره میشه که شما در حالت نزدیکی میکنید، رابطه مقعدی دارید و فشاری که داره به مقعد وارد میشه باعث میشه که پارگی روده اتفاق بیفته، پارگی اطراف مقعد اتفاق بیفته و باعث خونریزی بشه. و همچنین اینو بدونید که رابطه مقعدی باعث بارداری نمیشه، ولی اینکه احتمال بارداری داشته باشه چرا هست؟ چون به خاطر اینکه وقتی که مایع منی ریخته بشه، چون نسبت نزدیک بودن مقعد به واژن چون خیلی نزدیکه، احتمال داره منی به دستگاه واژن هم وارد بشه و باعث بارداری بشه، ولی احتمالش خیلی خیلی کم هستش که بارداری اینجوری اتفاق بیفته. ولی کلا رابطه مقعدی باعث بارداری نمیشه و یا آسیب پرده بکارت هم زده نمیشه، اما باعث میشه که خیلی مشکلات دیگه‌ای به وجود بیاد، مثل همینایی که بهتون گفتم، بی‌اختیاری مدفوع، خونریزی و شل شدن عضلات لگن، به خصوص عضلات خود رکتوم و اینها، راست روده، باعث میشن که شل بشن. ممنونم تا آخرین ویدیو با من بودید. مثل همیشه لایک، سابسکرایب یادتون نره و اگر از این ویدیو خوشتون اومد واسه دوستاتون هم بفرستید، شیر کنید که آدمای بیشتری در مورد رابطه مقعدی اطلاع داشته باشن. هر سوالی هم داشتید کامنت بنویسید. خدا نگهدار.